نه نمیدونم. کار نمیکنیم خونه شینیم این بودجت وای نمیدونیم. بودجت دولت اساساً از حساب اندازه شهروندا و صاحبکارا تشکیل می شود. متخصص ساحه مثلا مالیات چی نیست که به هر حال هم میدونم که بودجت جمهوری از حساب تمام این فعالیت‌های داخلی ما جمع می شود. بودجت جمهوری تاجیکستان اصلا مازیرات انداز جمع می شود. اندازمندی که همه طبقه‌های زندگی را اندازمندی کردن کو انداز گمرک تماجنی خب بود دیگر شوهای هست دیدا کرده بعدی بعد با دولت از بودجت خودش بود جدا میکنه. آدمایی که صاحبکار هستن از همه نالوگ جمع کرده میشود. نالوگی همین با بودجت دولتی میرود. بودجت دولتی جمهوری تاجیکستان از حساب درآمدهای اندازی و درآمدهای غیر اندازی شکل میگیرد و همساله برای درآمد برای تصدیق درآمد و خراجات بودجت قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجت دولتی در سال نوبتی مالیوی قبول کرده می شود. مبلغایی که از بودجت می شوند اونا صرف می شوند به مؤسسات دولتی، کارخانه‌های دولتی، کارمندان دولتی، مقامات سرکرده از ساحه تندرستی و معارف دیگر. پنسیا برای ما استودنت‌ها استیپندیا بعد می‌بینیم که راه آباد شده سن دوشنبه آباد شده با گفتم بودجت تاجیکستان همه چیزا دا ویدیلیت میشه. قانون درباره بودجت جمهوری میگه که در همونجا با کجا صرف میشه، چه صرف میشه، چند قدر صرف میشه، همه اون حکومت تصدیق میکنه که با کجا روانه کرده شود. ما همین قسم میدونم که از وای معاش ما میگیرم برای انداز لیکن نمیدونم با کجا صرف میشه، کی میگیره، کجا میبره و این مبلغ اون من نمیدونم. با کجا صرف میشود؟ بودجت بود دولت تقسیم با مالیات تقسیم میکنه هر سواش خطی. و خلق هم ندارد میکنه. خلق ما حدود به سواد نیست. خلق ما یک تجمع دهخانم ما همه نقطه‌های بودجت دائم پرسان میشم دارم. برای بهبودی مردم صرف میشه بودجت هیچ وقت به یگان راهی دیگر صرف میشه. بودجت همین پول مردم با مردم صرف میشه یگان راهی بهش نیست. مثلا روزی اصلا افکاری نو کرده ایستادن بودجت با همین چیزها صرف کرده با مردم یک فایده میرسونه. با کدام سمت‌ها روان نمودن مبلغ‌های بودجتی را همساله قانون جمهوری تاجیکستان معین میکند. از جمله از سال 2010 این جانب 17-18% مبلغ‌های بودجتی همساله به ساحه معارف روانه کرده میشود. راست بگم نمیدونم کی با حساباتی است. حسابات دیانده با فکر میکنم که وزارت مالیه است. این حکومت به حسابات است. ما یگان بودجت کارم نداریم. دولت خودش اچاد میسپاره که مقصد همین قوای بودجت و شد. که وزیر مالیه و حساباتیان در این بخش که چخیل است با کدام ساحه چقدر صرف کرده شده است یا چند قدر با نقشه گرفته شده است که صرف می شود. حسابات همون شخصانی با دخل داره همون باید حساباتیان وقتی که بودجت با اونها به نزد اونها میره بعد همه دیده میبرن باید اونها حساباتیان به مردم. بودجت مالیه نظارت میکنه، مالیه حسابات میته. هر یک کارخانه خودش شخصی متصدی دارد حسابات دهنده کارخانه میتید. درباره تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان و استفاده مبلغ‌های بودجتی همساله وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان با پارلمان حسابات پیشنهاد میکند. خوب میشد که مثلا با نمیدونم بوتر با مثل دولت‌های مترقی یا ترقی کرده بودجت سال آینده رو مثلا سال 2020 رو که نقشه بندی میکردند و با طور شفاف معرفی میکردند. با واسطه تلویزیون خوبتره که مردم بیشتر تلویزیون تماشا میکنن. اصلا همه مردم وقتی که به خونه میرن اولین کاری که میکنن تلویزیون رو میبینن. همه جایی که من میبینم همه میبرند اول تلویزیون میبینن که خبرها رو فهمه. با واسطه تلویزیون خوبتر است برای مردم دسترس کردن خوبتر. با فکر من اگر در شکل الکترونیک به همه دسترس باشن خوبتره که برای که همه باید دونه که بودجت چقدره. از اکثریت مردم نمیدونن که تاجیکستان چند بودجت داره. یک سومونه شود من خیلی شاد میشم که بینم در کجا همون نالوگی که ما میسپریم کجا صرف میشه. ممکن باشه در سایت های وزارت مالیه و دیگر رشد اقتصاد و سودا ممکن باشند سامانه‌های مخصوص. نه من در سامانه وقتی که بخش عموم میبینم لیکن از سبب گفتم که واسه که مثلا با من شخصا دخل نداره ما به واسه چی نمیکنم.